حضرت یونس تو شکم نهنگ بود، زندانی شد. به مجردی که تو شکم نهنگ قرار گرفت یادش آمد که اشتباه کرده، با یه معذرت خواهی بدهکاره. خودمون چند تا معذرت خواهی بدهکاریم به رب العالمین. اون خیلی بزرگواره. اگه کسی گفت بارالله من معذرت میخوام دیگه، به جایی که گوشمالش بکنه نوازشش میکنه و هدیه هم بهش میده. هؤلاء که یبدل الله سیئات حسنات. نه تنها گناهتو میامرزه بلکه گناههای 50 سالت هم تبدیل به حسنه میکنه، به پاداش میکنه برات. از این دیگه کریمتر، بزرگوارتر، سخاوتمندتر چرا نمیریم طرفش؟